سلام، دکتر ملکی هستم. وقتی از خدمات دندون پزشکی حرف میزنیم باید راجع به ارکان و عواملی که تو این حوزه درگیر هستند هم حرف بزنیم. از دولتی که نقش حاکمیت و قانونگذاری داره باید حرف بزنیم، از دندون پزشک و کادر درمان باید بگیم، از بیمار و انتظاراتش باید حرف بزنیم، در مورد شرکت‌های بیمه هم باید صحبت کنیم. هر کدوم از این 4 جزء انتظاراتی از بقیه دارن، انتظاراتی هم از کیفیت درمان دارن و اگه میخوایم به یه نگاه کلی برسیم شنیدن حرفهای یکی از این 4 تا کمکی به ما نمیکنه. ولی اگه بشینیم پای حرف همشون، مشکلات، خواسته ها و انتظارات همه رو که گوش بدیم، باید بتونیم به یه زبان مشترک برسیم که همه قبولش داشته باشن، بهش عمل کنن و برای بهبود اوضاع دندون پزشکی بهش اطمینان کنن. اعتبار بخش بیمارستانی از سالها قبل جاش رو تو جوامع علمی باز کرد و سعی کرد خدمات، امکانات و مدیریت مراکز درمانی رو به یه استانداردی برسونه و ارتقا بده. این اعتبار بخشی از سال 90 وارد دستور کار وزارت بهداشت ایران هم شد و وزارت بهداشت از اون موقع داره سالانه بیمارستان‌ها رو بر اساس یک سری سنجه و شاخص ارزشیابی میکنه. هر مرکزی هم که امتیاز بالاتری تو این ارزشیابی‌ها بگیره هم درجه اعتباری بهتری بهش میده و اعتبارش بالاتر میره و هم میتونه خدماتش رو با قیمت بالاتری عرضه کنه که معنیش میشه افزایش درآمد. در واقع وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت و حامی بیماران اومده به مراکز درمانی گفته که اگه این آیتم ها رو رعایت کنی، این امکانات رو داشته باشی و این کیفیت از درمان رو ارائه بدی، میتونی بابت خدماتت هم پول بیشتری مطالبه کنی، حالا چه از بیمار چه از بیمه. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که اعتبار بخشی وزارت بهداشت محدود شد به بیمارستان ها و وارد حوزه دندون پزشکی نشد و چون یه روند رو به رشدی هم داشت و دائم به فکر رشد و بروز بودن بود، این فاصله بین بیمارستان ها و مراکز دندون پزشکی عمیق‌تر شد و خیلی از مفاهیمی که به واسطه اعتبار بخشی در محیط‌های بیمارستانی کاملا جا افتاده، ما دندون پزشکا باهاش بیگانه‌ایم. یه اتفاق خوب هم توی دندون پزشکی نیروهای مسلح افتاد. حدود 10-12 سال قبل بیمه نیروهای مسلح به این نتیجه رسید که باید مراکز طرف قرارداد خودش رو سطح بندی کنه و مراکز رو رشد بده، به مراکزی هم که برتر هستند پول بهتری پرداخت کنه. یعنی در واقع همون اعتبار بخشی بیمارستانی رو اومد بومی سازی کرد توی دندون پزشکی. 2 تا هدف هم داشت، هم آموزش هم ارتقا. و این شروعی شد برای رشد مراکز دندون پزشکی طرف قرارداد با نیروهای مسلح. این چکلیست کم کم جای خودش رو باز کرد و محدود به نیروهای مسلح نموند. الان خیلی از بیمه ها وقتی میخوان با مرکزی قرارداد ببندن این چکلیست رو براش پر میکنن. خیلی از مدیران کلینیک برای اداره بهتر مرکز خودشون از این چکلیست استفاده میکنن. خیلی از شرکت‌های طراحی مطب ازش به عنوان یه رفرنس معتبر یاد میکنن و خلاصه جا پای خودش رو سفت کرده. خیلی وقته که میخواستم بحث اعتبار بخشی رو تو دندون پزشکی کلید بزنم و الان فرصت خوبیه. کارمون رو هم توی 2 مرحله انجام میدیم. اول چکلیست ارزشیابی نیروهای مسلح رو با هم کار میکنیم تا به یه زبان مشترک برسیم و خودمون رو به یه استاندارد متوسطی برسونیم و تو مرحله بعدی میریم سمت اعتبار بخشی بیمارستانی و مفاهیم اون رو تو دندون پزشکی بومی میکنیم. لطفاً با همراهی خودتون به ما انرژی بدین و ما هم قول میدیم بابت وقتی که میذارین پشیمون نشین. متشکرم.